هلو گایز، خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم کلاهخود و تبر وایکینگا در رددو بگیریم. لوکیشنش اینجاست رو مپ، نزدیک شهر آنسبرگ تو دنیای واقعی فکر کنم اسم یکی از شهرهای آلمان بود. میایید اینجا و داخل جنگل میایید اینجا و یه عالمه جمجمه انسان میبینید. آرتورم نقاشیشو تو دفترچه خاطراتش میکشه. واقعا نقاشی آرتور خیلی خوبه. اینجا میتونید از روی جمجمه انسان تبر وایکینگا رو بردارید. اینجا غیر از تبر کلاهخود وایکینگا و شانه وایکینگا هم میتونید بگیرید. یادم رفت فانوس رو از تو اسب بردارم، ولی شما حتما فانوستون رو بردارید. الان من هیچی نمیبینم، مجبورم از حالت ایگل آی استفاده کنم. اینجا شما میتونید کلاهخود وایکینگا رو بردارید و حالا اینجا باید با هفت تیرتون به این جمجمه‌ها تیر بزنید و میتونید شانه وایکینگا رو بردارید. شانه وایکینگا نمیدونم به چه دردی میخوره، هرچی تحقیق کردم نفهمیدم دقیقا ما باید با این شانه وایکینگ چی کار کنیم، ولی خب میتونید بفروشید، میتونید با قیمت بالایی هم به فنسا بفروشید. اگه کسی از شما میدونه این شانه وایکینگا به چه دردی میخوره و چی کار میتونیم تو بازی باش بکنیم، حتما تو کامنت ها بگید. همونطور که میبینید الان پلیسا ریختن سرمون. فیلم هندی هم نیست که من الان تبر وایکینگا رو بکشم در مقابل هفت تیر. فعلا مجبورم از همین هفت تیر استفاده کنم. الان همشون رو کشتیم، یه نفر دیگه مونده. میخوام روی این یه نفر تبر وایکینگا رو امتحان کنم. خیلی گاده تبرش، حتما بگیرید، یکی از بهترین سلاح‌های سرد بازیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. کانال یوتیوبمون رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، لایک و کامنت هم بذارید تا از من حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.